همگی عزیزای دل. مرسی که ما رو دنبال میکنین، ویدیو هامونو میبینین، حمایتمون میکنین و مرسی. واقعا خوشمزه باشه. خیلی سسای اینجا بدمزه است. تازگی رو چی قفلی زدم؟ روز واین که من نمیخوام با کسی دیگه امشب صحبت کنم. عزیز دل. آموزش خوبه. و هی بهم گفتن اسمت چیه؟ من گفتم نمیخوام اسمم بگم. یه سری هم بهم گفتن خانم که اسمشو نمیگه و نمیخواد با کسی آشنا شه. اینجوری صحبت می‌کردن. آره. موقعی که مهاجرت میکنی یک بخش عظیمی از اون چیزایی که داشتی دیگه نداری. جوری میشه که نه واقعا دلم میخواد برم کلاب ایرانیا و آهنگ ایرانی گوش کنم و ایرانی دور و بر خودم ببینم. مثلا رها تو چی میخوری؟ منم با یک اعتماد به نفس کاملا محکم گفتم وایت روز. مؤسسه ها رو گفتم. دوستتون داریم. یه عالمه. عاشقتونیم. یه عالمه. سلام قشنگ مامان، چطوری؟ قربونت برم. چقدر موهاتو قشنگ بستی. مرسی عشق. عزیز دلم، عشق منی تو. خوبی مامان جان؟ خوبم عشقم، تو چطوری؟ مرسی عزیزم. عشق منی چیه مامان؟ هیچی خوبه همه. خوبم عشقم. واو موهاشو ببین، مبارک خانوم. معلومه آرایشگاه بودم، کوتاه کردم، مرتب کردم، رنگ کردم. تازه ناخونامو ندیدیم. ای خدا ناخوناشو ببین. آره کار زهرا جون. کار زهرا جون مثل همیشه فوق‌العاده است. زهرا جون نمیای انگلیس عزیزم؟ الهی من دارم انتظارت میکشم. لاوی ای جان دلم عزیزم، قربونت برم. من عزیز دلم. ماه شدی عشقم. بله عشق منی تو، قشنگ من، قربونت زیبای من. مرسی. دوست دارم. خب بگو ببینیم خب قراره که امروز چی درست کنیم با هم دیگه؟ سلام کنیم به همه. سلام. ای به هر دفعه هم دوستش داشته باشی. واقعا آره. هر دفعه معرفی کنید. سالاد ذرت. ای جون عزیز دلم. خب حالا بگیم یکی چیزاشو. بله بفرمایید عزیزم. اول از همه که مهمترین چیزش که مامان جان سیب زمینیه که سیب زمینی آبپز میکنیم، پوستشو بعد میکنیم، نگینی خورد میکنیم. به منم گفته بودن بندم انجام. آفرین. بعد نخود فرنگی و ذرت. اجازه بدی. من باز کردم ریختم تو سبد مامان که آب اضافیش بره، ولی اصلا اشکال نداره، تو حالا انجام بده. باشه. آره. بعدش فیله مرغو طعمدار میکنیم، میپزیم، میذاریم خنک بشه. بله. فقط یه چیزی ببین، خیلی هم مواد نداره، با وجودی که اینقدر خوشمزه است ولی موادش خدا وکیلی چیز پردردسر اصلا نیست. خب و فقط میمونه خیارشور که خیارشور رو خورد کنیم و بریزیم. چشم. موافقی؟ بله. میخوام اینو وازش کنم. جون؟ میخوام اینو وازش کنم. ماما مواظب دستت باش. نمیخواد تا تهش به دخترم زیرش یه چاقو یه چیزی بنداز بیاد بالا که ناخونتو نشکنی. خب آوردم بالا. آها خب حالا اونوری بگیر، اون طرفی. کاش من باز نکرده بود. چجوری بهت بگم ماما؟ نه برش گردون طرف برعکس خودت، برش گردون. آها برعکس خودت که الان وایسادی اون آها خب اونوری برگردون، برخلاف اینی که الان هست برگردون. آها فشارش بده. خب
که بیاد بالا آها. جدا بشه مامان. جدا شد؟ نه کاش من باز نکرده بودم نشونت بدم. گفتم بهت بذار کارامونو با هم بکن. ببین مامان یه دقیقه نگاه کن اینو. خب من اینوری گرفتم فشارش دادم، ببینی اینوری فشارش دادم، این اومد بالا طبق صدا کرد. خب اینم الان یه کوچولو اومد بالا. خب باز شد یه خورده. خب آره. آها حالا با انگشتت بگیر بکشش، ولی مواظب باش دستت نخوره به لبه هاش ببره. بکشش باز میشه قشنگ. آها اگه خیلی محکمه میخوای یه دسته قاشقی چیزی بکن توش به کمک اون برش گردون. آخه این خیلی همین شکلی راحت باز شد. انگشت نگیره به لبش، بیار پایین تر باشه انگشت. مامان بذار یه دقیقه تلاش بکنم. آخه آها بستشه دیگه ماما، هم نمیخواد تا ته بری. باشه. خوش ممه. خوش ممه است؟ بله. چقدر عجیب غریب بود. یه بار باز کنی قرقش میاد دستت ماما. خب اینم باز کن. فقط مامان آها آفرین. نمیشه. آفرین بستشه دیگه مامان، بیشتر نمیخواد بری. خب خیلی باید مراقب باشه، این لبه هاش خیلی تیزه، اگه یهو بکشی رد میشه میخوره به دست میبره. متوجه شدم. حالا بریز تو سبد آبش بره ماما. باشه. آفرین. منم خیارشورمو بیارم که خورد کنم. قبوله. خب بچه ها دیشب ما اینجا جشن هالووین داشتیم و یعنی من عالیم. بذار اینو خواهم جالبه. من عالیم به خاطر اینکه موقعی که ایران بودم گفتم که وای نه من نمیخوام که مثلا برم و اونجا خیلی در جمع‌های ایرانی ها قرار بگیرم، من میخواهم که با ملیت های دیگر بیشتر در ارتباط باشم. بعد دیگه هالووین خدایی باید بری جایی که خود خارجی ها هستن دیگه طبیعتا. ولی من رفتم کلاب ایرانی ها و با آهنگای ایرانی ها دیشب خوشگذرانی که این مثلث هم از دیشب مونده. ای جانم اتفاقا گفتم خدای جریان این چیه، ولی آره این علامتش شیطانه. آو منم دیشب شیطان شده بودم. آو عشق چه شیطانی، من عاشق این شیطانم. اگه شیطان اینجوری باشه که من دنبالش میدوام. راست میگی؟ آره چرا که نه. من شیطان هستم، لطفاً بیاید گولتون بزنم. ماما مرغ هم بریزم روی این سیب زمینیه؟ آره مامان آره مثلا همه‌شو میتونی قاطی کنی دیگه. ببین اینم خیارشورای منه. ببین و دستپخت عمه مرزی، ببین چقدر عالیه کار عمه مرزی. ای خدا اینم خیارشورای منه. ما تو ایران که برند دنیا نداشتیم. من مامان اصلا ندیدم، ولی بدون که مامان چیزه احتمالا صادراتیه، پخش نمیشه. آره مغازه های اینجا چون من ندیدم. آره منم خودم ندیده بودم ولی دیگه اینجا دیدم و خریدم. بعد اینجا هم خیارشور نمیشه برنده خودشون بخری به خاطر اینکه خیارشوراشون شیرینه، یعنی شور. وای خدا چقدر عجیبه. خب خیار شیرینه پس خیارشور نیست. آره خیارشوراشون شیرینه. خب بله بعد دیشب خلاصه ما دیشب رفتیم این کلاب ایرانی ها.
بعد دیگه دیجی آورده بودن، دیجی ایرانی بود. بعد همه آهنگای وطنی خودمونو سیر تا پیاز گذاشتن. ماما بابا کرم هم خوندن؟ آره آخر سر خودم گفتم. رقصیدی؟ آره ولی اینقدر کلا شلوغ بود نشد با جون و دل هنرنمایی کنم برای بابا. از ته دل بریزی بیرون همه رو. نشد. یه رقصه بابا کرمی آخر سر رو دل من میمونه. ای خدا عزیز دلم. از سر شب که داشتم میرفتم به مامانم اینو گفتم خدا کنه آهنگ رقصای بابا کرمی امشب بذارن که من برم رقص بابا کرمی کنم، نشون بدم که خیلی ایرانی هستم. آره دیگه بهشون که گفتن آخر سر و آخر سر گذاشتن دیگه رقصیدم. ولی واقعا قلقله بود، واقعا شلوغ بود. بعد نشون میده چقدر اونجا ایرانی زیاده. آره ولی خب مثلا البته حالا بگم کلابش هم خیلی هم بزرگ نبود، یعنی مثلا خیلی کلاب گنده‌ای بود. اونجا هم یه جوری گرفته بودن که انگار دقیقا میدونستن که ایرانیه اینجا چند نفره. بعد دیگه یه عده اصلا مال اینجا نبودن، مثلا یکی دوستش اینجا بود، لندن اومده بودن مثلا اینجا که دیشب جشنشون رو برگزار کنن و اینا. میشه هم باشن. آره بعد دیگه قشنگ خیلی هم خوب و عالی بود و دیگه کلی هم رقصیدیم و دیگه ایرانی ها رو دیدیم. بعد منم که خیلی کلا از خودم راضی بودم. بعد اینجوری بودم که تا مثلا دیگه دوستم همین دوستایی که مثلا الان دارم و اینا رو مثلا همینا رو حفظشون کنم و حالا مثلا با بچهای اینترنشنال دیگه هر کسی دیگه میومد مثلا با هم چیز کنه، مثلا فازی برداره اینا، چی بودم که من نمیخوام با کسی دیگه امشب صحبت کنم، من فقط با دوستام حرف میزنم. بعد بهم گفتن اسمت چیه؟ من گفتم نمیخوام اسمم بگم. الهی. بعد دوستم برگشت گفتش که خب باشون حرف بزن، مثلا یه 4 کلمه حرف بزن و اینا. کی گفت؟ مریم گفتش که مثلا باشون خب یه 4 کلمه حرف بزن، چرا مثلا چیز میکنی اینا. بعد گفتم که چیزه نه آخه میدونی نمیخوام. بعد گفت آخه این که برمیگم نمیخوام با کسی حرف بزنم یه جوریه. بعد گفتم که آخه ازم میپرسه اسمت چیه؟ نمیخوام اسممو بگم. عزیز دلم خوب میکنی. آره بعد نداری مگه زوره. خدا اصلا دوست نداشتم با هیچ کس آشنا شم، دوست داشتم فقط از مهمونیم لذت ببرم. خیلی خوب بود دیگه. فکر کنم قشنگ همه اینجوری بودن که این قشنگ یه سری هم بهم گفتن خانومی که اسمشو نمیگه و نمیخواد با کسی آشنا شه. اینجوری صدات میکردن. آره بعد دیگه عالی بود. مثلا ما میرقصیدیم و اینا. بعد فرزان مثلا پیشمون بود و تنها پسرمون بود. بعد چیز کردیم تا مثلا هی تا میرفت یه جایی بهش میگفتیم نرو دیگه وایسا همینجا، ما داریم میرقصیم تا هم وایسا اینجا که از ما محافظت کنی. بعد این بدبخت وای میسوندیم اونجا. بعد اونم تیپ پلیس زده بود، قشنگ در نقش خودش هم فرو رفته بود دیگه، شدید پلیسی کرده بود. آره بعد دیگه مثلا تا یکی میومد مثلا از همون میپرسیم میگفتش که خوشتون میاد یا نمیاد؟ میگفتیم نه. بعد میرفت دکش میکرد. وای خدا چقدر جالب. خیلی آره. ولی خب مثلا تجربه شخصی خودم اینه که خیلی خوب بود، خیلی حال داد، راضیم از این واقعا خوشحالم. آره رفتم. و یه موقع‌هایی آدم فکر میکنه مثلا تا قبل از اینکه مهاجرت کنه انقدر که رفع نیاز میشه کلا مثلا تو اون جمعایی که داره اصلا کلا طرز فکرش یه چیزی دیگه است. ولی موقعی که مهاجرت میکنی یک بخش عظیمی از اون چیزایی که داشتی دیگه نداری و مثلا اونجوری که باید روحت ارضا نمیشه، روانت ارضا نمیشه، اون چیزایی که تو رو بند میزده مثلا به چیزایی که داشتی و دیگه نداری.
بعد یهویی حتی مثلا اینجوری میشه که نه واقعا دلم میخواد برم کلاب ایرانیا و آهنگ ایرانی گوش کنم و ایرانی دور و بر خودم ببینم. مثلا من قشنگ یعنی هر کسی که منو بشناسه من میگفتم من مهاجرتم دوست ندارم با ایرانیا در ارتباط باشم، ولی الان نه، واقعا دوستای ایرانی دوست دارم و دوست دارم که روابطم باهاشون حفظ کنم و مثلا هر چقدر با اینترنشنال هستم حالا با ایرانیان باشم و وقت بگذرونم. عزیز دلم. آره. و چیز مامان جان قربونت برم، من واقعا بهت حق میدم، چون اصلا یه نیازه که آدم مامان با همزبانای خودش هم رابطه داشته باشه. آره واقعا. آره من جز اوناییم که خیلی اینجوری بودم. حتی بعضیا واقعا مهاجرت میکنن بازم مثلا روابطشون رو خیلی با خارجی ها بیشتر فقط نگه میدارن، ولی من اینجوری نبودم. یعنی دوستم ندارم به خاطر اینکه اصلا ببین یه سری جاها واقعا دیگه مغزم خسته میشه از انگلیسی حرف زدن، از انگلیسی شنیدن. یعنی فقط دوست دارم که اون فضا رو ترک کنم. یعنی حتی مثلا ممکنه تو محیط دانشگاه بمونم، مثلا وقتی بچه‌ها بهم میگن پلنه چیه، نمیخوام بگم پلنم چیه که با هم بیان یه جایی دیگه. دوست دارم که ازشون فقط فاصله بگیرم، بعد مثلا دیگه اون انگلیسی نباشه، بعد بیام به مامان بابام زنگ بزنم. قربونه تو برم من مامان بابام سورپرایز کنم. آره واقعا بودو. دیگه ببین ولی جون بگو. تو بگو. بگو نه بگو. دیگه مامان بابای من میدونن کجا ناتینگهام آنتن میده، آنتن نمیده، کجا آنتنش کن. یه سری آدمای دیگه ای هم که مثلا بهم خیلی نزدیکم با اونام حرف میزنم همینا، مثلا میگن که الان تو اون خیابونه ای که داری از اونجا رد میشی مثلا تا آنتن میره. و من اینجوریم که آره و خوشم میدونن چند ثانیه دیگه باید زنگ بزنن که من از اون خیابونه رد شدم. عزیزم دیگه همگی ناتینگهام اینه کف دست یاد گرفتی. آره به خدا واقعا آره خیلی خوبه. قشنگ تو ویدیو کال دیگه همه ساختن اونجا اونیه که میره اون نوشیدنی تو میخوری، اونجا اونیه که میره اون تو میخوری. همه دیگه همه چیو میشناسن اینجا. عزیزم ای جان دلم. عزیز دلم. خب من خیارشورش هم ریختم ماما. باشه عزیزم منم الان بهت نشون میدم که ببینی کافیه یا بازم برس. ماما بالاخره چند تا سیب زمینی پختی؟ 3 تا. 3 تا درشت؟ آره. با میخوام بمونه توی یخچال. میدونم قربونت برم من. دیگه واقعا یه موقع مغزم نمیکشه. مامان به نظرت این الان کافیشه؟ ببینم. مامان این خیلی سلیقه‌ایه. چند تا ریختی تو؟ خیلی اهل خیارشور نیستی نه؟ نه ولی حالا بذار اینو خالی هم بخور. مامانی ولی به نظرم خوشمزه‌ش میکنه. من خیلی دوست دارم. طوری خوبه بزن. حالا یه 2 تا دیگه خورد کن توش. 3 تا خوشمزه‌ش میکنه. جان؟ 3 تا خورد میکنم. آره خوشمزه‌ش میکنه مامان. به نظر من که خوب کاری میکنی خورد کنی. آره خیلی گرسنمه. قربونت برم من. درست کن بشین شامتو بخور. زوده شامش میشه دیگه. 10 دقیقه میشه. آره نه باید چیز کنم، باید میان وعده‌ام بخورم، یه ذره بشینم دوباره درس بخونم، میان وعده بخورم باشم برم باشگاه. باشگاه داری؟ هر چقدر خوش گذروندم و پرخوری کردم و گفتیم و خندیدیم دیگه بس. این هفته رو ایشالله ندارم حالتو بکن. ایشالله دیگه این هفته رو بتونیم یکم به سلامت بگذرونیم، به تغذیه سالم without alcohol. به خدا میرم فقط مثلا یه دونه گیلاس روز واین میگیرم و میرم. اون وای اون شب با دخترها رفتیم کلاب، بعد دیشب نه اون یکی شبه. آره میدونم. بعد رفتیم کلاب. آقا اینجا یه مغازه هایی هست خیلی زیاده، اینا فاندیشن از این مؤسسه ها که مثلا خیریه. بعد شما میرین لباس دست دومتون رو میدین به اینا،
اینا لباس آره. دست دوم شما رو میشورن، تمیز میکنن، اتو میکنن، با یه قیمت معقول تری میذارن که مردم بیان بخرن. یا مثلا خیلی دیگه معقول تر میشه مثلا وقتی بری از اونجا خرید کنی و اینا. بعد آقا اینا اسمش چیه؟ وایت روز. خب اسم اینا. خب من اون شهراتم کلاب و من تازگی رو چی قفلی زدم؟ روز واین. خب صورتیه، شراب صورتیه، بعد خیلی نازه، به نظرم خیلی دخترون است. بعد یه مستی مثلا یه کوچولو گوگولی میده و فلان و اینا، انگار حالش واقعا مثلا با رد واین و اینا فرق داره. بعد دیگه هیچ آقا بچه ها برشن گفتن رها تو چی میخوری؟ منم با یک اعتماد به نفس کاملا محکمی گفتم وایت روز. مؤسسه ها رو گفتم مگه داری؟ بعد اینجوری بودن اوکی. ای خدا عزیزم. واقعا مسخره بود، خیلی مسخره بود. خود بابا یه موقع ها مامان آدم مغزش ها هنگ میکنه، مثلا اینا که انقدر شبیه همه. آره روز واین و وایت روز یه جورایی واقعا شبه، ولی خیلی زایه بود. فکر مثلا تو کلاب بگن چی میخوری؟ وایت روز. اگه از قبل حفظ کرده بودی که یادت بمونه. نه خب ای جان دلم. اینم از خیار شورم. جان اینم از خیار شورم. خب حالا میمونه چیزاشو که بزنیم مامان جان. بذار بریزم مامان اینا. پودر سیر که حتما میخوای، خب فلفل سیاه. خب مامان فکر کنم شما آویشن نداری مامان نه جان. من آبیشن ندارم. آره قربونت برم. آویشن هم توش بریزی خب خوشمزه تر میشه. آها. خب با نمک. باسته بذار دستم بسورم. بعد بذار من اینم نشون بدم. من اینو الان هم زدم. اینم هانیه بیا دست بشون. این قاشق مامانجون، قاشق مورد علاقه مامانجونی که همیشه دستش بود و با این غذاشو هم میزد. آره عشق مامانجون بود. خب من اینو برداشتم. بعد وقتی که دستم میگیرم حس خیلی خوبی دارم. خیلی من قربونی قربونت برم. احساس میکنم که انگار مامانجون پیشمه. آره میدونم چی میگی، کاملا حرفتو میفهمم. خب الهی قربونت برم. خب حالا مامان جان نمکش رو میریزیم. مامان خیلی نریز، بریز بشش. ببین که میخوام شور نشش. اگه نمکش مثلا بس بود دیگه نریزی. فلفل سیاه. آره فلفل سیاه بریز. خب پودر سیر. حالا مامان جا من چون آویشن دارم منو ببخش و آویشن هم میزنم. خوب کاری میکنی، دارندگی و برازندگی عزیزم. میخوای آویشن برات بفرستن؟ بفرست. آره. خب چقدر پودر سیر انقدر خوبه؟ جان؟ چقدر پودر سیر انقدر خوبه؟ آره ما. خب حالا سسش رو میزنیم. حالا سس. سس خوشممه. سس خیلی شاله که واقعا خوشممه باشه. خیلی سسای اینجا بدمزه است. راست میگی مامان؟ خدا
احساس یعنی اصلا سساش طعم سسای خودمون رو نداره؟ نه ما ایرانیزه میکنیم دیگه همه چیزو، فقط کچاباشون خوشمزه است. چی شو؟ کچاپ اونم هاینز که آدم بگیره. اون که خب اینجا هم بود مثلا. آره وگرنه من خردلش رو گرفتم دوست نداشتم. راست میگی؟ چیلی تایش اصلا خیلی شبیه به مال خودمون نیست، اونقدر دوست نداشتم. چی؟ چیلی تای برو خدا. به خدا راست میگم بهت. آخه مامان ما هی چیزا رو به ذائقه خودمون هی طعماشو تغییر میدیم. دقیقاً ایرانی الان هم ببین همینن دیگه. پیتزا رو چه شکلی کردیم؟ ببین چی به سر پیتزا اومد. به خدا. دقیقاً ماها اینجوریم دیگه، ولی من اصلا خیلی با طعم سساشون ارتباط نگرفتم. نمیدونم. نگرفتی. نه حالا امیدوارم که این مایونز خوب باشه، اولین بارم هست خریدم. امیدوارم که خوب باشه مامان. چه میکنه این بازیکن؟ فقط له. کنی. نه عشق میکنه. خب من فکر کنم که من باید تست بگیرم. آره خب یه تست بزنم. به به به. چه کردم؟ آره مامان. نمک میخواد، فلفلم میخواد. خب بزن. پودر سیرش اندازه است به نظر خودت؟ اونم به نظرم باید بزن. خب هر چی که احساس میکنی میخواد. یادت ماما تو خونه خودمون هم تو تستر بودیم مثلا داشتی درس میخوندیم، من میدویدم با یه قاشق میومدم بودم هانی چی باید بریزم توش؟ یادته؟ آره دقیقاً تو خونه خودمونه. من این وظیفه جذابو داشتم که همه غذاها رو 156 بار قبلش میخوردم. جان دلم. خدایی آشپزی نمی کردم ولی کلا به نظرم من طعما رو خوب میفهمم. خیلی نقش خیلی خوبی توی طعم و اینا داشتی. به خدا. واقعا آره. من فکر کنم مال من پودر سیرش بسه. یه بار دیگه تست بگیریم. بازم میخواد. چطور میخواد؟ چی مامان؟ هم نمک هم فلفل. خب مامان ولی نمکش اگه احساس کردی کمه یه کوچولو بزن دیگه ندن، چون بعد حالا به خوردش بره قشنگ. آها باش. مال من آماده است. قبوله. وای چه بخورم من امشب. بله حال کنی مامان. نون باگت هم مامان برا خودت بگیر قشنگ. یه ساندویچ کاهو داری؟ نه حالا بر روزای دیگه میگیرم. گوجه هم که گوجه اونجا رو دوست نداری، از اون گوجه ها که عوضش فلفل للمه دارن. جان میگم عوضش فلفل للمه دارن. اونو بذار. بعد از اون
چیزا گوجه‌ای که دوستش اه، داری. تو روغن زیتون و سرکه گذاشتی از اونا هم ماما میتونی راش بذاری. آره دقیقاً. خیلی خوب میشه. خیلی بفرمایین غذای بنده آماده است. آفرین، عالی شد مامان، عالی شد واقعا، عالی شد مامان، آفرین داری قشنگ من. قربونی دشم. آخش الان احساس میکنم که طعمشو دوست دارم. بخور ببین چطوره. نوش جونت باشه. خدای خوب شد. من راضیم. قربونت برم من. خدا رو شکر 1000 مرتبه شد. آخه عزیز دلم، تو هم راضی؟ قربونت برم. نتیجه خوب شد؟ من خیلی واقعا خوش‌طعم شد. خوشحالم. مهم. حالا بعد عکسای اینو اگه امشبم نشد بگیریم اشکال نداره، چون اینجوری ریختش خیلی خوب نی. خوبه آدم بعدم بکشه آره. تو بشقاب و مثلا گوجه موجه دورش بچینه و اینا. حالا یا آره. فردا یا حالا اگه امشب هر موقع دوست داشتی تا موقعی که داری یه عکسی بگیر. چشم. چشمت دیدم. قربونت برم من. عشق منی. قشنگ خسته نباشی. زیبای من. تو هم شد باشی. مرسی عشق. چقدر حال داد کنارت غذا درست کردم. خیلی حال داد. به منم میشه واقعا جونت حال. باشه. قربونت. خیلی باهاش حال کنی. مرسی عشق من، دوست دارم. نه، منم همینطور. جونمی. مرسی عزیز بابت دلم. آموزش خوبت و فوق‌العاده‌ات و اینکه غذا چند روز من اینجوری تامین کردی. نوش جونت. بعد میتونه غذای بعدیمون لوبیا پلو باشه. من پایم. بله. آره اگه پایه بودی. بعد دیگه همین. بعد باشه پایم. آره دیگه وای لوبیا پلو. الهی قربونت برم قشنگم. عاشقتم. منم خیلی خوشحالم. تا لوبیا پلو. تا لوبیا پلو. خب مرسی که تا اینجا ویدیومون رو دیدین، با همون همراه بودین، کانالمون رو سابسکرایب کردین، ما رو توی اینستا فالو میکنین. دوباره با هم بگیم دوستتون داریم. یه عالمه. عاشقتونیم. یه عالمه. عاشقتم. حسابی بهتون منم. خوش بگذره. به تو هم همینطور. مرسی. خیلی باشگاه حال کنی. میشه جونت باشه. عشق منی. عاشقتم. عزیز دلم. خدافظ. خدافظ. خدافظ.